کشاورزی از ساحه‌های افضلیت‌ناک خواجگی دهات محسوب یافته در عملی کردن یکی از هدف‌های استراتژیکی حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی امنیت عضوقواری مملکت نقش مهم دارد. از این نقطه نظر هم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، شهر و ناحیه‌های اگروصنعتی و مسئولین متخصصان ساختار کشاورزی جهت اجرای دستور سپارش و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عاید به استفاده ثمرناک زمین، بنیاد و برقرارسازی گرمخانه‌های استحصال سبزیجات بروقتی، سال افزون نمودن حجم محصولات خواجگی دهات، جلب صاحبکاران وطنی در ساخت به استفاده دادن کارگاه‌های اگروصنعتی و امثال آن، عزم دارند که به این هدف بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان هرچی تیزتر نائل گردند. در ولایت سوق نیز با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت جهت افزون نمودن حجم استحصال محصولات کشاورزی، فراوانی بازار استعمالی، هرچی بیشتر تامین نمودن اهالی با محصولات وطنی، اینچنین ثمرناک و مقصدناک استفاده بردن هر یک قطعه زمین کارهای نظررس به انجام رسانیده شده است. چنانچه بنیاد و برقرارسازی گرمخانه‌های استحصال سبزیجات بروقتی که از دستور سپارش سرور دولت محترم امامعلی رحمان سرچشمه گرفته بود، در حدود ولایت تا به امروز 541 عدد گرمخانه‌ها را بنیاد و به میدان فعالیت آورد که از این نشان داد 269 عدد با اصول چینی ساخته شده، 4 عدد گرمخانه‌های اینواتسیونی یعنی با تکنولوژی معاصر بنیاد گردیده است. از ماه دکبر تا نیمه دوم ماه می مرحله پخت رسیدنی سبزیجات بروقتی و مورد فروش قرار گرفتن آن در بازارها به حساب می رود. برای استحصال پمیدور بازارین در ماه دکبر ینور شنانیدن کوچت آن ماه آگوست سپتامبر پیش بینی گردیده. دوره کشت تخم این زراعت تا به مرحله کوچت وابسته به نوش از 15-20 تا 25 روز دوام میکند. یعنی از ماه ایول صاحب ملکان گرمخانه‌های استحصال سبزیجات بروقتی را مرحله فعالیتشان به موسم نو آغاز می‌گردد. طبق معلومات پیشنهاد کرده سرریاست کشاورزی تا به سنه 1 اکتبر در مساحت 10.7 گکتار کشت پمیدور، 5.4 گکتار بادرینگ، 5.9 گکتار دیگر نمود زراعت گذرانیده شده. در 2.7 گکتاری گرمخانه‌ها پرورش گل به راه مانده شده است. همچنین در مساحت 13.3 گکتاری گرمخانه‌ها لیمو پروری راه اندازی گردیده است. باید تذکر داد که طی سالهای آخر لیمو پروری بین اهالی نیز رشد کرده. ساکنان دهات در زمین نزد حولگی خود یا قطعه زمین کشاورزی با بنیاد گرمخانه‌ها به پرورش و استحصال لیمو شغل می‌ورزند. دلیل این گفته ها آن است که از نیمه دوم ماه اکتبر آغاز کرده تمام فصل زمستان فراوانی لیمو در بازارها به نظر می‌رسد. 50 سال است لیمو پرورش می‌کنیم. یک بیخی لیمو 800 دانه 900 دانه حاصل می‌کند. امسال حاصل نقص. لیمون ماه نوامبر پسر تا ینور بازار میبریم. لیمو پروری در ولایت سوق تا دوره صاحب استقلالی مملکت نیز ارزی وجود داشت ولی در خواجگی و حولی ساکنان علایده و در مساحت نهایت کم. امروز توسط دستور سپارش و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان این سمت استحصالی خواجگی دهات نیز رشد کرده، اقتدار صادراتیش تا رفت می‌افزاید. با نظر داشت این عامل لیمو پروران عزم دارند که حجم استحصال لیمو را سال از سال بیشتر و در فراوانی بازار استعمالی سهم ارزنده خود را گذارند. لیمو پروری در ساحه خواجه قشلاق از همه سردرآمدترین ساحه می باشد. اگر به شرطی که همه قاعده و قانون‌های پرورش لیمون رعایت نماید. با جناب عالی محترم پرزیدنت کشورمان پیشوای معظم ملت بی‌حد منتداری بیان می‌نمایم که برای کشاورزان شرایط بی‌حد موافق را مهیا نمودند. اگر مقیاساً جمع کنیم اگر حاصل میگرفتگی همین خود دهه ریمان کمش 50-60 تن لیمون در یک سال جمع آوری میشه. این یکی از میوه‌های صادراتی حساب میشود. در مجموع فصلی تیر ماه زمستان مرحله فعالیت پرثمر گرمخانه‌ها در سمت استحصال سبزیجات بروقتی، کبودی‌ها و لیمو به حساب رفته، بازار استعمالی مردم از این نامگاه محصولات تامین کرده می شود.